سلام به دوستان عزیز. ویدیو امروز ما تاریخی. همچنان من اینو میخواستم بگم با توجه به ویدیو بریم سراغ ویدیو. ببینید، با توجه به ناوگان هوایی ایران خیلی جنگنداش فرسوده شد دیگه. کار مقداری خیلی قدیمی، مثلا F14 خوبن، ولی باید یه فکر بالشون بکنه. میتونه مثلا بره یه نوع جنگنده های دست دوم از روسیه و چین بخره و پاکستان میخواد به ایران J17 بده و میتونه مثلا از روسیه بره سوخو 27 بخره. خوب سوخو 27 و مثلا J8 چینی و مثلا JF5 اینا رو میتونه بخره و میتونه یک ذره ناوگان هواییشو بهتر کنه، ولی به مدت کوتاهی. بله، اگر بیشتر از ویدیو تاریخی و اینطوری میخوای لایک و ساب فراموش نشه. خداحافظ. سلام به دوستان عزیز. ویدیو امروز ما تاریخی. همچنان من اینو میخواستم بگم با توجه به ویدیو بریم سراغ ویدیو. ببینید، با توجه به ناوگان هوایی ایران خیلی جنگنداش فرسوده شد دیگه. کار مقداری خیلی قدیمی، مثلا F14 خوبن، ولی باید یه فکر بالشون بکنه. میتونه مثلا بره یه نوع جنگنده های دست دوم از روسیه و چین بخره و پاکستان میخواد به ایران J17 بده و میتونه مثلا از روسیه بره سوخو 27 بخره. خوب سوخو 27 و مثلا J8 چینی و مثلا JF5 اینا رو میتونه بخره و میتونه یک ذره ناوگان هواییشو بهتر کنه، ولی به مدت کوتاهی. بله، اگر بیشتر از ویدیو تاریخی و اینطوری میخوای لایک و ساب فراموش نشه. خداحافظ. سلام به دوستان عزیز. ویدیو امروز ما تاریخی. همچنان من اینو میخواستم بگم با توجه به ویدیو بریم سراغ ویدیو. ببینید، با توجه به ناوگان هوایی ایران خیلی جنگنداش فرسوده شد دیگه. کار مقداری خیلی قدیمی، مثلا